راز بزرگ آلیان ساری و حسام فرزان فاش شد. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آلیان ساری و حسام فرزان و حرفهای تازه حسام فرزان درباره آلیان ساری. آلیان ساری چرا شوهر دومش جدا شد؟ ناگفته های زندگی آلیان ساری که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. آلیان ساری یکی از هنرمندان سرشناس، یکی از چهره‌های محبوب و شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان که وی شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. آلیان ساری چند مدت می شود سرودن آهنگ‌های دوگانه با بلال اکبری، حسام فرزان و نظیر خاراج چنان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کرده است که دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرده است. آلیان ساری عاشقانه به کارهای هنر آوازخوانیش پرداخته است و چند مدت می شود آلیان ساری از شوهرش جدا شده است. دلیل جدایی آلیان ساری از شوهر اولش تاکنون معلوم نیست، ولی رفتار عاشقانه آلیان ساری با حسام فرزان بارها مورد حمایت و تشویق گسترده قرار گرفته است. حسام فرزان و آلیان ساری تاکنون جوابی برای دوستداران و طرفداران صدایشان درباره رابطه عاشقانه ایشان ابراز نکردند، ولی آلیان ساری با فرزندانش سفرهای متعددی به کانادا دارد. حسام فرزان بعد از تحولات سیاسی در افغانستان رخت مهاجرت به کانادا بست و افغانستان را به مقصد کانادا ترک کرد. ولی جدیداً حسام فرزان قرار است آهنگ دوگانه بالیم امیری بسرآید که مورد تشویق گسترده افغانها قرار گرفت. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمندان از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این دو هنرمند خوب کشور خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آلیان ساری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.